شاب مورخ خخامین به ما یاد میدن که هر ماهی اسم حق‌القدس بارخو در خودش داره. ماه نیسان ماهیه که دقیقاً ترتیب اسم حق‌القدس بارخو درش به ترتیب درست است و بنابراین ماهیه که بسیار مسوگاله برای نیسیم و نیفنهار برای گئولا شلما و دقیقاً ماهی که دقیقاً برعکس ماه نیسانه ماه تموزه که اسم حق‌القدس بارخو حروف اسم حق‌القدس بارخو برعکسه. ماه تموز خخامین به ما میفرمایند که ماهیه که شخص باید بیشتر مواظب باشه. تموز آب و انشاءالله یه خده شالن اعتقادش از لطفا و لیبراخا باشه به عزت هاشم. در پایشای شلخ پاسخ به ما یاد میده و حیامیم یمه بیکوره عناویم که ایامی که مرگلیم اون 12 براخایی که رفتن به ارس اسرائیل که جاسوسی کنن و خبر بیارن در رابطه با منطقه ارس اسرائیل، اون ایام بیکوره عناوین بوده. ما میدونیم که توراتن و عقیدوشا هیچ حرفی رو بیهوده نمیاره. چرا ما باید بدونیم که اون ایام بیکوره عناوین بوده؟ بدیم معنا که ایام برداشت انگور بوده. چه فرقی داره به حال ما؟ حق‌القدس بارخو به ما میخواد چه درسی یاد بده؟ خخامین میفرمایند که حق‌القدس بارخو میخواد به ما یاد بده سنسیتیویتی و اون حساسیت این ایامو. چه روزی بودش که مرگلیم رفتن شروع کردن به جاسوسی کردن؟ خافتت سیبان، دیروز در واقع همچین دیروز بود، همچین ایامی بود که 40 روز طول کشید و خخامین به ما یاد میدن که ایام برداشت انگور بود، ماه تموز و آب و این ایام بسیار حساسیه. چرا که در واقع همون تابستونه که خودمون میگیم یه ساحره در ماه تموز و آب و همچنین ماه تبت یه ساحره بسیار قویه و زمانی که اسرائیل به اون درجه‌ایه که بالاتر از مزال نیست، ما میگیم این مزال به اسرائیل، اون موقعی که قصف شالوم اسرائیل درجهش پایین باشه و روی مزال جاج بشه، این ایامیه که یک یهودی باید بسیار مراقب باشه و توراتن و عقیدوشا داره به ما میگه که ایام یمی بیکوره عناویم موقعیه که مرگلیم به خطا افتادن. اگه اونا به خطا افتادن چقدر بیشتر ما باید مراقب باشیم، مواظب باشیم، تفیلا بخونیم به حق‌القدس بارخو که این ایام رحم و مروت باشه، رحمین باشه و به عزت هاشم حق‌القدس بارخو به ما گفته که در واقع ماه آب میشه پدر تمام ماه‌های سال به خوبی و خوشی و به سلامتی. به عزت هاشم ماه خوبی باشه. سال پیش سختی‌هایی بود در این ماه، به عزت هاشم در این ماه ما به عزت هاشم این ماه آب به عزت هاشم قل ساسون و قل سیمخا قل خاتم و قل خلا و مزال اسرائیل بالاتر از هر موقع سال خواهد بود به نمر. آمین.